تاریخچه باشگاه‌ها این قسمت: رئال مادرید. سال 1897 باشگاهی به اسم لا سوسییداد تأسیس شد. 3 سال بعد تعدادی از اعضای این باشگاه تصمیم گرفتن که از این باشگاه جدا بشن، باشگاه خودشون رو تأسیس کنن. اسم این باشگاه تازه تأسیس رو گذاشتن نوئوا سوسییداد د فوتبال، اما 1 سال بعد اسم این باشگاه به مادرید فوتبال کلاب تغییر نام پیدا کرد و نهایتاً در سال 1902 به صورت رسمی تأسیس شد. لباس این تیم از همون ابتدا یک دست سفید بود. 3 سال بعد از تأسیس این باشگاه اولین جام خودشون رو توی اسپانیش کاپ به دست آوردن. سال 1920 کینگ آلفونسو د 13 لقب رئال یا همون رویال به معنای سلطنتی رو به این باشگاه داد. یک نماد تاج رو هم به لوگو این باشگاه اضافه کرد و از اون روز اسم باشگاه شد رئال مادرید. رئال مادرید و بارسلونا از اول رقابتشون انقدر حساس نبوده، اما توی یکی از بازی‌هاشون اتفاقی میفته که رقابت این دوتا تیم خیلی حساس میشه. جایی که توی نیمه نهایی اسپانیش کاپ رئال مادرید با نتیجه 11-1 بارسلونا رو شکست میده. نیمه اول بازی برگشت با نتیجه 8-0 تموم شد. نیمه دوم باز هم گل زدن و نتیجه نهایی شد 11-1. به جز مسائل سیاسی، توی فوتبال این بازی نقطه عطفی بود برای رقابت فوتبالی این دوتا تیم.